اول از همه یه چاکر دم بهتون بگم دوستان، داشتیم تو بازی مأموریت‌ها رو انجام میدادیم، یهو خوردیم به راهزنای ردت، یهو تیر زدیم، بعد گانامون هم اصلا آپگرید نکردیم، اصلا گانی نداریم که باش دورزن بزنیم. ماشاءالله کلی راهزن ریخ سرمون، اصلا نمیدونستیم کجا بریم کیو بزنیم. از این ور طولای سگ پاچمون رو گرفتن و ما نتونستیم کار کنیم، مجبور شدیم آره فرار به قرار ترجیح دادیم و کشیدیم عقب. یکی یکی اینجا خفتشون میکردیم، هی میزدیم. حالا شانس خوبمون چون شب بود، خطای دید و تیر و اینا کلا زیاد دمیج نمیداد به ما. خب و اینکه اینجا بازم پافشاری شد و بازم ما فرار کردیم و کشیدیم عقب. همینجور نگاه کنید میکشیدیمشون یه جایی که تک تک گیرشون بیاریم. خدایی ریختن سرمون به خاطر اینکه مبلغ پولی که توی جیبمون هست زیاده و کلا این منطقه پر راهزنه. اگر از این ویدیو خوشتون میاد دوستان، حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال علیرضا گیمینگ هم ساب کنید. ما قبلا کال آف دیوتی بازی میکردیم، موبایل، بازی‌های گستاف توشیما، ردد و چیزهای دیگه قراره کلی براتون بذاریم. اگر دوست داشتید حمایت کنید. کلی پارت خفن تو راه ما، تازه دستمون داره گرم میشه، از این به بعد ویدیوهای خیلی خفن تری براتون آپلود میکنیم. اینجا برگشتیم که اینا رو بزنیم و اینکه این دیگه نفر آخر خواستیم اول با تناب و اینا کلا اینو چفتش کنیم، ولی نشد و ما اومدیم با تیرکمون و کلی تجهیزات دیگه اینا رو زدیم و تمام.